من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه و آدم همینطور بمیره، این خیلی سخت. ای کاش به این دعایی است که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشه. ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چه که دم زدیم